اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و خیر الصلاة و السلام علی حبیب اله العالمین نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما مولانا و سیدنا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. به مناسبتی که ایام تعلق دارد به ساحت مقدسه امام علی بن الحسین امام زین العابدین و سید الساجدین امام چهارم سلام الله علیه، که به حسب نقلی که فعلا معروف و مشهور است 25 محرم سال 95 هجری قمری شهادت حضرت بوده، بعض کلمات را در رابطه با حضرتشان بیان کنیم. خب، داره آقا امام زین العابدین علیه السلام در دوران بسیار سختی زندگی می کردن، دورانی که قدرت و قوت به دست دشمنان اهل البیت بوده است، ولی در عین حال با اینکه دوران بسیار سختی بوده و امامت هم به حضرت تقریبا در سن 22-23 سالگی رسیده است، ولی حضرت هدایت امت را به دست گرفتند و با وضعیتی که در اون زمان بود حضرت دستگیری می کردند. روایتی نورانی است که مرحوم شیخ صدوق در خصالش، در کتاب الخصال نقل میکنه از وجود نازنین امام باقر علیه السلام که حضرت اوصاف پدرشان که امام چهارم باشه رو بیان کردن. ما بعض فرازها را بیان کنیم. حضرت داره فرمودن که کان علی بن الحسین علیه السلام یصلی فی الیوم و اللیله 1000 رکعه. وجود نازنین امام زین العابدین علیه السلام شبانه روز 1000 رکعت نماز می‌خواندند، آنچنان که امیر المؤمنین سلام الله علیه ایشون هم همین برنامه براشون بود. 1000 رکعت را انسان تصور کند که این یکی از کمالاتی است که حضرت در مقام عمل انجام میدادند. و کان اذا قام فی صلاته، داره حضرت وقتی که برای نماز میخواستند رنگشون تغییر میکرد، یعنی احساس این که در مقابل پروردگار متعال ایستادند و در مقام عبودیت و بندگی هستند. و کان قیامه فی صلاته قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. حضرت اینگونه بودند در حال نماز که مانند یک برده و بنده‌ای که در مقابل مولای بزرگ به ایستد، حضرت اینگونه در تواضع و خشوع مقابل پروردگار بودند. کانت اعضاؤه ترتعد من خشیة الله عز وجل. اعضای حضرت داره که از خشیت پروردگار اینها به لرزه در می آمد، یعنی مقام بندگی است. درسی که اهل بیت علیهم صلوات الله به ما هم در فرمایشاتشون و هم در مقام عمل دادن اینه که انسان اون احساس بندگی در مقابل پروردگار متعال را داشته باشه. ما حتی در روایت داریم حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در محراب عبادت می ایستادن، پروردگار خطاب می کردن به ملائکشون انظروا الی امتی، انظروا الی امتی سیدت امایی ترتعد فرائصها من خیفتی. نگاه کنید به کنیز من که سرور کنیزان من است.
یعنی فاطمه زهرا چگونه بندش از خشیت من به لرزه در آمده. حالا برای امیرالمومنین هم که نقل شده قش کردن هایی که در حال مناجات صورت می داده. از حالات امام زین العابدین علیه السلام که امام باقر در این روایت نقل کردن، کان یصلی صلاة مودع یرا انه لا یصلی بعدها ابدا. و این را هم به ما سفارش کردن که حضرت نمازی را که میخوندن نماز مودع بود، یعنی نماز وداع کننده. یعنی اینجوری حضرت نماز میخوندن که دیگه من بعد از این نماز دیگه نمیتونم نماز بخونم، دیگه پیمانه عمرم پر شده. نماز وداع میخوندن، یعنی آخرین نماز. این گونه وقتی کسی تصور بکنه چه مرحله ای را در حال نماز بهش دست میده. داره که از حالات حضرت که نقل شده است این است که حضرت در شبهای ظلمانی و تاریک خودشون انبانی را بر دوش میکشیدن که در آن کیسه هایی بود از پولهای رایج اون زمان، سکه های طلا که معروف بود به دینار و دنانیر، و سکه های نقره که درهم و دراهم باشد. اینها را خودشون به دوش میکشیدن و گاهی هم طعام یا هیزم را هم اینها را بر می داشتن. حتی یأتی بابا به تک تک خانه ها حضرت می آمدن، درب می زدن و هر کسی که در را باز می کرد این انبانی که به دوش داشتن از این طعام، از این هیزم، از این کیسه های سکه های طلا و نقره به او می دادند. و حضرت داره صورت خودشون را پوشانده بودن که کسی حضرت را نشناسد، یعنی مخفیانه به صورت ناشناس حضرت این گونه به فقرا رسیدگی می کردن. و داره که وقتی امام زین العابدین علیه السلام به شهادت رسیدن متوجه شدن که این آقایی که خود شخصاً انبان به دوش می کشید و به کمک اینها می آمد وجود نازنین امام چهارم امام زین العابدین سلام الله علیه بود. داره که وقتی حضرت را در مغتسل گذاشتن، یعنی در جایی که بدن کسانی که از دنیا رفتن و غسل میدهند گذاشتن، نگاه کردند که دیدن بر پشت حضرت، بر شانه حضرت مانند زانوی شتر که چگونه این گونه است پینه بسته و اینها اثر همان انبانهایی بود، همان کیسه هایی بود که حضرت شخصاً به دوش می کشیدن و به خانه های فقرا و مساکین اینها را می آوردن. از حالاتی که از حضرت نقل شده است از وجود نازنین امام باقر علیه السلام این است که گفتن که از خادمه حضرت سوال شد که در رابطه با حالات امام زین العابدین مطلبی را بگوید. گفت که طولانی بگویم یا مختصر؟ به او گفته شد نه، مختصرا بیان کن. بیان کرد که ما اتیته بطعام نهارا قط و ما فرشت له فراشا بلیل قط. هیچگاه برای حضرت در روز طعامی نیاوردم و هیچگاه برای حضرت بستری را در شب نگسترانیدم.
یعنی حضرت روزها به روزه و شبها به قیام و نماز و عبادت. این هم یکی از حالات حضرت. از حالات حضرت که امام باقر علیه السلام نقل کردن و توجهش بر ما لازمه اینه که میفرمایند حضرت کان علیه السلام اذا جاءه طالب علم، اگر کسی می آمد محضر حضرت برای طلب علم، خب پیداست که حضرت بیان معارف دارن، بیان احکام دارن، بیان اخلاقیات، اینها. وقتی کسی می آمد محضر حضرت طلب این علم ها را می نمود، حضرت به او می فرمودن مرحبا به وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله، آفرین به کسی که به سفارش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله عمل می کند. بعد می فرمودن کسی که طلب می کند علم را وقتی از منزلش خارج می شود، پای خود را بر خشک یا تر نمی گذارد مگر این که تسبیح می کند او را تا زمین های هفتگانه. و این گونه عنایت داشتن که خلاصه به دنبال باشن جوانان، معارف دینشون رو یاد بگیرن، احکام دینشون را، رفتار و اخلاق الهی باشد که در لسان اهل البیت علیهم صلوات الله فقط اینها بیان میشه یا شاگردان حضرت. و در رابطه با حضرت مطالب دیگری هم از حالاتشون نقل شده که من این فراز را بگویم و داره که ولقد بکا علی ابیه الحسین علیه السلام، بر پدرشان آقا سید الشهدا حضرت گریستند و هیچگاه طعامی و خوراکی مقابل حضرت نمی گذاشتن مگر این که گریه می کردن، چون آقامون سید الشهدا سلام الله علیه نه اینکه تنها تشنه جان داده باشند و به شهادت رسیده باشند، بلکه حضرت با شکم گرسنه بودن، لذا طعام را که می گذاشتن حضرت گریه می کردن. تا اینکه یکی از غلامهای حضرت به حضرت عرضه داشت آیا وقت آن نرسیده که دیگه حزن شما، اندوه شما تمام شود؟ حضرت به او فرمودن یعقوب پیامبر برای او 12 پسر بود، یکی از پسرانش که حضرت یوسف باشه از جلوی چشمانش غائب شد. کار حضرت یعقوب نبی به کجا کشیده شد؟ فبیضت عیناه من کثرت بکائه علیه، از کثرت و فراوانی گریه‌ای که برای یوسفش کرد چشاش نابینا شد، سفید شد و موهای سرش سپید شد و پشت او خم شد. و حالا که پسرش حضرت یعقوب فقط از جلوی دیدگانش مخفی شده بود و زنده بود. اما و انا نظرت الی ابی و اخی و عمی، من نگاه کردم پدرم، برادرم، عمویم و 17 نفر از اهل بیتم، اینها همه به شهادت رسیدن، دور و بر من روی زمین افتادن. آیا میخواهی که حزن من برایش نهایتی باشه؟ لذا امام زین العابدین یکی از بسیار گریه کنندگان در روایت نقل شده است. خدای تبارک و تعالی ما را به مرام اهل بیت آشناتر بفرماید و فرج امام زمان ما را برساند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.